سلام رفقای گلم. امیدوارم هستم چنل من انیمه لنده با یه انیمه جدید در خدمتتونم. این بار میریم سراغ یه شهری، یه محدوده‌ای به نام شامان، یه محدوده عجیب توی سرزمین کاملا نامعلوم. هیچ اطلاعاتی از این سرزمین ندارم، ولی در این حد میدونم که یه داستانی از شهر شامان شنیده میشه و دوست دارم اون رو براتون تعریف کنم. شهر شامان یه شهر قدیمی تو پرورش انگورهای حرفه‌ایه، شهری که محبوبیتش به تاکستانهای خیلی خوبیه که داره و اون مرغوب بودن انگورهایی که تولید میکنه و بعد از اون بهترین محصولی که میشه از یه انگور گرفت شراب بهترین فرآوری بود که میتونستی از این انگور داشته باشی و بهترین درآمد مردم این شهر بود به واسطه کیفیت بالای انگور. در داخل تاکستان‌های شامان بهترین نوع شراب بهشون فراوری میشد و به خاطر همین این شهر در آبادانی کامل به سر میبرد. این بار میریم سراغ دختری به نام مارلین شاو. یه تیستر شراب بود، کسی که میتونست طعمای شرابای مختلف رو امتحان کنه و بهشون درجه مرغوبیت بده و این باعث میشد که کیفیت محصولاتی که تولید میشد هر لحظه بالاتر و بالاتر بره در شامان. ولی غافل از این که این دختر انقدر غرق در کارش شده بود که متوجه نمیشد خودش داره یه نیروی خارق‌العاده است، یه نیروی ترکیبی که انگار شراب جزئی از خونش بود، نه فقط یه نوشیدنی. مارلین شاو به واسطه استفاده طولانی مدت و مکرر به عنوان یه تیستر شراب الکل زیادی وارد خون خودش کرده بود، ولی این تمام داستان نبود. آخرین تیستی که از یه شراب میره برای کیفیت مرغوبیت اونو به یه دنیای دیگه میبره و این دنیا چیزی بود که درون خون مارلین شاو جریان داشت. شراب اونو غلیظ‌تر میکرد. این دنیا پر از کابوس و درد بود، جوری که به جای لذت فقط زجر میکشید. حتی میتونست اونو به فاصله بین مردن هم ببره، ولی به این واسطه که زمان زیادی رو توی کارش صرف کرده بود فکر میکرد که این هم مثل دفعات قبل و مثل دفعات قبل دوباره حالتش به حالت عادی برمیگرده، ولی این اشتباه بود. مارلین اینو نمیدونست که اون شراب به واسطه طولانی مدت بودن و زمان زیادی که از عمرش گذشته بود تبدیل به یه مخمر سمی شده بود. اونقدر سمی که میتونست جریان خون مارلین شاو رو از بدنش به خارج هدایت کنه. از چشماش، از دهنش خون فراوانی میومد و از دست دادن این حجم خون به مرور باعث از بین رفتن درونیات و جسم مارلین شاو میشد و در جای دیگه ما میبینیم که الکل خونش به حدی بالا زد که حرارت از چشماش داشت خارج میشد. این درد بود، چون داشت تو این حالت میسوخت مارلین و ما زجری رو داریم میبینیم که مارلین از تو داره آتیش میگیره و هیچ کنترلی روش نداره. آیا این اتفاقهایی که واسه مارلین میفته روایتی از دنیای واقعیش بود یا ذهنیتی بود که مارلین به ما منتقل کرد و یا همه اینا مربوط به شهری به نام شامان میشه؟ امیدوارم از این داستان لذت برده باشید دوستای گلم و برای ادامه کار لایک و ساب یادتون نره. مرسی، تا بعد.